سلام دوستان عزیز. در این ویدیو به زندگی نامه ابراهیم پورداوود، اولین کسی که اوستا را به زبان فارسی ترجمه کرده است میپردازیم. ابراهیم پورداوود در 20 بهمن ماه سال 1264 خورشیدی در محله سبز میدان رشت متولد شد. در زمان حکمرانی میرزا احمدخان مشیرالسلطنه. پدرش حاج داوود زمیندار و بازرگان بود و مادرش دختر ملا حسن خمامی. حاج داوود دلش می‌خواست فرزندانش اهل علم و معرفت باشند. ثروت داشت و چون هنوز مدارس نوین تأسیس نشده بودند، مکتبخانه اختصاصی دایر کرد و ملایی به نام میرزا محمد علی را برای تعلیم فرزندانش استخدام کرد. پس ابراهیم مانند برادرانش وقتی 5 یا 6 ساله بود شاگرد همین مکتبخانه شد، جایی که بعدها آرامگاه خانوادگیشان شد. همانجا کمی خواندن و نوشتن و مقدمات قرآن و علوم دینی را آموخت و چون پدر به این حد از معلومات فرزندان قانع نبود، او را به قصد گذراندن دوره مقدماتی زبانهای فارسی و عربی به مدرسه حاجی حسن به مدیریت سید عبدالرحیم خلخالی فرستاد که روشنفکر بود. خلخالی آن زمان شعر میگفت و اهل قلم بود. بعدها روزنامه نگار شد، به عرصه سیاست پا گذاشت و مشروطه خواه شد. ابراهیم در این مدرسه بود که به مرثیه سرایی روی آورد و از سوی نزدیکانش لقب لسان گرفت. خودش از روزگار نوجوانی اینگونه یاد می‌کند: آن زمان کلمات چندی به هم پیوسته و وزن و قافیه مخصوصی به آنها داده میپنداشتم شعر است. رفته رفته مرثیه میساختم. در آن زمان نوحه سرایی رواج داشت. مرثیه خوان‌ها در ماه‌های سوگواری احتیاج به مرثیه‌های جدید داشتند. سروده‌های من مشتریانی پیدا کرد. نگفته خود پیداست که چگونه به خود می‌بالیدم وقتی که کلمات خود را از گلوی صدها ماتم زده می‌شنیدم. سال 1284 خورشیدی صدای مشروطه خواهی از پایتخت بلند شد. به رشت رسید و استادش عبدالرحیم خلخالی عزم تهران کرد. ابراهیم این زمان شیفته علم طبابت بود. به همین دلیل به همراه برادرش همسفر استادش شد. در تهران به شاگردی میرزا محمد حسن خان سلطان الفلاسفه درآمد. قانون ابن سینا و شرح اسباب و شرح نفیسی را آموخت و همزمان در جرگه مشروطه خواهان بود. گاهی شعر می سرود. آثارش عمدتاً در فراق و اشتیاق عاشقان بود. برای رسیدن به دنیای مدرن و گذشتن از دانشی کهنه خواست به آن سوی مرزها برود. اما هر بار پدر می گفت هنوز زود است. اما یک روز شورشی شد. در اوج نهضت مشروطه خواهی در سال 1287 خورشیدی تصمیمش را برای ترک وطن گرفت و بی اجازه حاج داوود از راه کرمانشاه به بغداد و بعد حلب و از آنجا به لبنان رفت. در راه از بیستون و تیسفون گذشت و با دیدن میراث‌های از ایران باستان میل به فهم تاریخ این خاک در جانش نفوذ کرد. در بیروت ابتدا در مدرسه لویک زبان و ادبیات فرانسه فرا گرفت و به موازات آن بر روی آموزش زبانهای آلمانی، انگلیسی و عربی متمرکز شد. اصول طب نوین را فهمید و به آموختن مبانی علم حقوق روی آورد. در روزگار اقامت در این شهر باید شهرتی برای خودش انتخاب می‌کرد. تحت تأثیر آنچه از رسم نامگذاری در ایران کهن می‌دانست، پورداوود را برگزید. برخلاف برادرانش که از همان روزها به داوودزاده شهره شدند. حالا دیگر روابطش با خانواده برقرار بود و پدر علیرغم سرکشی فرزند حمایتش میکرد. محمد علی جمالزاده و دکتر مهدی ملکزاده از معاشران پورداوود در ایام سکونت در لبنان بودند. جمالزاده بعدها در شرح احوال رفیق گیلکش در بیروت اینگونه نوشت: پورداوود در بیروت از جوانان شیکپوش به شمار می آمد و فضل و کمالش به خصوص در فارسی و عربی از ما جوانان ایرانی بیشتر بود. از کسانش از رشت پول بیشتری مرتباً به او می رسید و از این رو در مهمان نوازی از دوستان دست و بالش بازتر بود و همیشه با خوشرویی زیادی از هموطنان جوان خود پذیرایی می کرد. حالا جوانی بود و شوریدگی و شبهای مهتابی بیروت، بهانه‌ای بیشتر برای جوشیدن ذوق شاعری. پورداوود در همین ایام مجموعی از اشعار عاشقانه‌اش را سرود، همانها که بعدها همچون مرثیه‌هایی که نوشته بود نابودشان کرد و همینطور سروده‌های اجتماعی سیاسی که همانها او را در میان دانشجویان به عنوان شاعری ملی و آزادیخواه نمایاند. پورداوود تا 2 سال و نیم مقیم بیروت بود و بعد از آن به خاطر دیدار با پدر و مادر به رشت رفت. پس از راه ترکیه به ایران بازگشت و گفتند ارمغانش از سفر برای سرزمین مادری بادام زمینی بود که برای نخستین بار در ملک شخصی خود کاشت، محصول داد و بعد از آن کشت بادام زمینی متداول شد.
مدت اقامت در ایران زیاد نبود. او در شهریور همان سال یعنی 1289 خورشیدی به نیت تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق به فرانسه رفت. در شهر بووه مقدمات حقوق را خواند. سپس در پاریس به تحصیل علوم مقدماتی پرداخت و بعدتر رشته‌های زبان و ادبیات فرانسه و حقوق را در دانشکده این شهر دنبال کرد و از محضر استادان نامداری چون شارل ژید، اقتصاددان و روزنامه‌نگار، و مارسل پلانیول از مؤلفان کتاب معروف رساله کاربردی حقوق مدنی بهره مند شد. در پاریس یاران و همراهانی هم داشت. محمد علی جمالزاده که بعدها آغازگر داستان نویسی مدرن ایران شد که به فرانسه آمده بود، و محمد قزوینی که بعدها معروف به علامه قزوینی شد، ادیب و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران که دوستی با او تا همه عمرش ادامه داشت. در همین زمان با همراهی جمعی از ایرانیان مقیم پاریس تظاهراتی را علیه دولت وقت روسیه ترتیب داد و در تأسیس انجمن دانش و ادب ایرانیان پاریس نقش پررنگی داشت. این گونه بود که کم کم تمایل شدیدش به جستجو در تاریخ کهن ایران و هم میل به تحقیق ایده‌های وطن پرستانش برای نگاه دیگران نیز جلوه‌گر شد. او در خاطراتش این گونه می‌نویسد: استاد فرانسه موضوعی برای امتحان به ما داد. من به جای آن درباره ایران باستان نوشتم و نمره بدی گرفتم. بنابراین صلاح در این بود که دست از تحصیل در رشته حقوق بکشم، چنان که دست از طب قدیم کشیده بودم و منحصراً ایران را موضوع تحقیق قرار دادم. ابراهیم جوان حالا دیگر تصمیمش را گرفته بود. جنگ جهانی اول اما او را در مسیری دیگر انداخت. 1914 میلادی آتش از اروپا برخاست و با کشیده شدن شعله‌های جنگ به ایران همراه یاران همدل در غربت در اعتراض به اشغال میهن از سوی روسیه و انگلیس، پس از تجربه ناموفق انتشار مجله پیک دهل دست به کار فرهنگی دیگری زد. با همراهی علامه قزوینی، اشرافزادهی تبریزی و مهدی ملکزاده نشریه‌ای را تأسیس کردند که نامش ایران شهر شد. ایران شهر ماهنامه‌ای بود در 4 صفحه، 3 صفحه به زبان فارسی و 1 صفحه به فرانسه که از آبان سال 1293 در پاریس منتشر شد. در سرمقاله نخستین شماره به قلم پورداوود اینطور آمد: ایران شهر به معنی مملکت ایران است. این نام عزیز باید نزد هر زایده خاک ایران محبوب و مقدس باشد، پایدار و افتخارآمیز باقی بماند. همانطور که افتخارها و پیروزی‌های درخشان ایران قدیم به یاد می‌آورد اوضاع غمین روزهای اندوهگین، خواری و پستی امروز را نیز شمولیت دارد. این است که ما می‌خواهیم هم میهنان عزیز را مصمم سازیم که دشمنان فولاد پنجه خود را نگذاریم بیشتر از این در مملکت ما حکمرانی کنند. ایران شهر فقط تا 3 شماره دوام آورد و با شدت گرفتن جنگ در اروپا و محدودیت‌های متعاقب آن برای دانشجویان ایرانی محجور شد. پورداوود در حوالی 6 ماهگی جنگ جهانی اول پس از 4 سال و اندی اقامت در فرانسه تحصیل در رشته حقوق را رها کرد و به قصد ادامه مبارزه فرهنگی با اشغالگران با گذر از سوئیس، آلمان، اتریش، رومانی، بلغارستان، استانبول و حلب به بغداد رفت. سال 1915 بود و محمد علی جمالزاده از سوی کمیته ملیون در برلین که پیشتر در همراهی او و پورداوود با جوانان پرشور دیگری همچون کاظمزاده ایران شهر، وحیدالملک شیبانی، محمد قزوینی و حسن تقی‌زاده تأسیس شده بود، مأمور شد به او بپیوندد و محصول این پیوند شد روزنامه‌ای به نام رستاخیز. به روایت جمالزاده سهم پورداوود در رستاخیز بیشتر از دیگران بود. در آن گرمایی که مار پوست میانداخت، عرق میریخت و مقاله مینوشت و به چاپخانه میبرد و نمونه‌ها را اصلاح میکرد. رستاخیز هم اما خوشی زودگذر بود. دلیلش این بود که نمیخواست از حرکت اتحاد اسلامی که به گمان او با پرچمداری ترک‌های عثمانی دام فریبی بیش نبود طرفداری کرده باشد. دلیل دیگر اشعار و سرمقاله‌های آتشینش که با نام مستعار گل منتشر میشد و همگان را به اتحاد علیه بیداد انگلیسیان و ستم روس‌ها دعوت میکرد. مثلا همان که برای شماره نخست رستاخیز نوشت: برخیزید، بشتابید تا خانه خود را از دشمن نپرداخته اید از پای ننشینید. و همه اینها در زمانی رخ داد که اشعار شورانگیز پورداوود در بین اهل ادب و معرفت عراق خواهان داشت و نقل محافل و مجالس دراویش بغدادی بود. هرچه بود این کنش‌ها برای او اسباب ناامنی و آوارگی شد. ابتدا با محاصره کوت‌العماره در جریان نبرد انگلیسی‌ها و عثمانی‌ها به ناچار و با ایده برانگیختن عشایر و مردم بومی باختر ایران برای پایداری در برابر روس‌ها و انگلیسی‌ها راهی کرمانشاه شد و نشر رستاخیز را در آنجا ادامه داد. چند ماهی نگذشته بود که منطقه به دست روس‌ها افتاد و به اجبار از راه قصر شیرین به بغداد بازگشت و همچنان رستاخیز منتشر می‌شد.
تا وقتی که تحت فشار افسران دولت عثمانی که بغداد هم در تسلطشان بود، بعد از نشر 25 شماره در سال 1294 مجبور به تعطیلیش شد و پس از آن به استانبول رفت. مدتی از استانبول ممنوع الخروج بود تا اینکه برایش از مسیر بالکان راهی به برلین باز شد. می‌خواست به سوئیس برود، اما جنگ بود و مجوز صادر نشد و به ناچار در برلین ماندنی شد. زبان آلمانی آموخت و به قصد تکمیل تحصیل در رشته حقوق ابتدا از دانشگاه برلین و سپس دانشکده ارلانگن که یکی از مراکز مهم تحقیقاتی آکادمیک آلمان است در نورنبرگ پذیرش گرفت. در این دوره با سید حسن تقی‌زاده آشنا شد و مجله فرهنگی سیاسی کاوه را منتشر کرد. همچنین در این دوره با یوزف مارکوارد، خاورشناس برجسته و استاد واژه‌شناسی زبان‌های ایرانی و ارمنی در دانشگاه برلین آشنا شد که باز توجهش را به تاریخ ایران باستان جلب کرد. آنقدر که باز تحصیل حقوق به حاشیه رفت و یادگیری زبانهای باستان، اوستایی، پارسی و شناخت فرهنگ ایران باستان نزد ایرانشناسان آلمانی اولویت اولش شد. سالیان به تحصیل و جستجو در زبان و تاریخ کهن ایران باستان گذشت تا شهریور 1299 که با دختر دندانپزشکی آلمانی ازدواج کرد و ثمرش به سال 1301 یگانه فرزندش شد که پوراندخت نام گرفت. سال 1303 خورشیدی سال بازگشت بود. با همسر و فرزند به ایران رفت. اقامت کوتاهی داشت و 1 سال بعد باز بار سفر بست. از مهر ماه سال 1304 خورشیدی به دعوت پارسیان هند به بمبئی رفت. میدانست که پارسیان هند نماینده خصلت‌های ستوده و اخلاق پاک ایرانیان باستانند و آنچه در مواجهه با ایشان دریافت چیزی کمتر از شنیده‌هایش نبود. او در سفر اول به هند با دینشاه ایرانی، دانشمندی از پارسیان هند آشنا شد. او چنان اسباب آرامش ابراهیم را فراهم کرد که توانست در دوران اقامتش در هند 1 دوره تحصیلات مزدیسنا را طی کند. در همین ایام بود که نظریات و پژوهش‌هایش حول موضوع آیین ایرانیان باستان و زرتشتیان هند را مکتوب کرد. در هنگام اقامت در بمبئی به سال 1304 خورشیدی کتاب ایرانشاه که شرح مهاجرت زرتشتیان ایران به هند بود از او منتشر شد و در سال 1305 بخشی از سخنرانی‌های او درباره آیین و کارنامه زبان باستان در هند تحت عنوان خرمشاه به چاپ رسید. دایره المعارف بریتانیا او را در ردیف گویندگان درجه اول ایران معاصر قرار داد و ادوارد براون در کتاب مطبوعات و شعر ایران نو او را در زمره گویندگان ایران جدید یاد کرد که در استعمال واژه‌های کهن پارسی در اشعار خویش چیره دست است. از پورداوود در سال 1305 کتاب دیگری هم منتشر شد. گاتها نخستین بخش از اوستا را با کمک دینشاه ایرانی توسط انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی و ایران لیگ به 2 زبان فارسی و انگلیسی به چاپ رساند. تا آن روز مردمان ایران زمین به جز نام اوستا چیزی از دین و آیین و تمدن کهن نیاکان خود نمی‌دانستند و از روی جهل پیروان کیش زرتشت را گبر و مجوس می‌خواندند. البته که پورداوود با مکتوبات خود در مسیر تغییر این باور جمعی قدم بزرگی برمی‌داشت. انتشار کتابچه سوشیانس، رساله کوچکی که در آغاز به شکل سخنرانی ایراد شده بود، به سال 1306 و هم انتشار یشت‌ها، بخش اول مجموعه یسنا که دیباچه آن به دستیاری دینشاه ایرانی به انگلیسی ترجمه شد، به سال 1307 خورشیدی در بمبئی در همین راستا محقق شد. در واقع ابراهیم پورداوود با ترجمه فارسیش از کتاب اوستا از پس حدود 3000 سال امید داشت درهای گنجینه پنهان در آن را به روی همگان باز کند. از همین رو رنجی که از این کار سخت متحمل میشد برایش نه فقط تحمل پذیر بلکه خوشایند بود. او در ترجمه و تألیف اوستا و یشت‌ها از حدود 600 کتاب و مأخذ استفاده کرد که بخش عمده‌ای از آن منابع به زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی، بخش زیادیش کتاب‌های پهلوی، تألیف ایرانشناسان اروپایی و هندی و فقط 20 جلد آن از زبان فارسی و عربی بود. با این روحیات کوشش‌های او در ثبت و شناساندن زبان و آیین پارسیان آنقدر در نظر میزبان هندی خوش آمد که شرایط حضور و درک مراسم مذهبی مزدیسنا که به یزشت معروف است برایش فراهم شد.
مراسمی که حضور در آن برای غیر زرتشتی ها ممنوع است و از 60 سال گذشته تا آن روز تنها 3 خاورشناس توانسته بودند از امکان شرکت در این آیین بهره مند شوند. پور داوود جایی در وصف این تجربه منحصر به فرد نوشت: آنچه در سالهای دراز در کتب خوانده و مشتاق دیدن بودم، بالاخره در مرکز روحانیت مزدیسنان مشاهده نمودم. کلیه آداب و رسوم مذهبی کنونی از عهد ساسانیان و بسا پیشتر از آن زمان باقی مانده است. به خصوص از شنیدن سرود اوستا که راز و نیاز پیغمبر ایران زرتشت است، با خدای یگانه خیش اهورامزدا بسیار شادمان شدم. در مدت 1 ساعت که تشریفات طول کشید، عهدهای سرافراز ایران از کوروش بزرگ تا به روزگار سیاه یزدگرد سوم یک یک از خاطرم گذشت. اولین سفر ابراهیم پور داوود به هند جمعاً 2 سال و نیم به درازا کشید و پس از آن به آلمان بازگشت، اما نتیجه این سفر همچنان با او بود. از او کتاب یشت‌ها و کتاب خرد اوستا در سال 1310 خورشیدی منتشر شد. خرد اوستا جز ترجمه متن کهن حاوی محتوای دیگری هم بود که بعدها انتشارش بر محبوبیت پور داوود در میان جامعه زرتشتیان افزود. او در این کتاب خلاف رویه‌ای که برگزیده بود، در اقدامی نادر به نشر شعر برگشت که بعدتر برای نخستین بار با صدای جواد بدیع‌زاده روی آهنگی از غلام حسین مینباشیان شنیده شد. همان سرودی که دهه‌هاست در آموزشگاه‌های زرتشتیان در هندوستان و ایران همخوانی می‌شود. در اوایل سال 1311 خورشیدی رابیندرانات تاگور، شاعر، فیلسوف هندی و برگزیده جایزه نوبل در ادبیات به سال 1913 میلادی به همراه دینشاه ایرانی به دعوت دولت وقت به ایران آمد. در جریان این دیدار از دولت ایران خواسته شد استادی را برای تدریس زبان و فرهنگ ایران به دانشگاه ویسو بهاراتی معرفی کند. چه کسی از پور داوود بهتر؟ پس پیام و خواسته هیئت هندی و دولت به آلمان رسید. درخواست اجابت شد و پور داوود آذر همان سال برای بار دوم به هند رفت و تا اسفند سال 1312 خورشیدی در این دانشگاه به تدریس شؤون فرهنگ و تمدن ایران باستان پرداخت. او همچنین به عنوان رئیس شعبه عربی و پارسی گروه اوستاشناسی 7مین کنگره شرقی هند برگزیده شد و سخنرانیش را با موضوع بودا در ادبیات و تاریخ ایران به زبان انگلیسی ایراد کرد. بخش نخست یسنا و کتاب گفت و شنود پارسی را هم در همین زمان به چاپ رساند. او جز پژوهش و تألیف و تدریس، ترویج را هم در دستور کار داشت. مثلا در سخنرانی‌هایش کوشش می‌کرد تا پارسیان هند را به زیارت میهن مقدس و سکونت در آن وادارد. با پایان گرفتن دوران تدریس و تحقیق 18 ماهه در هند و بازگشت به اروپا، حالا دیگر او نه در شمایل ادیب و شاعری دوستدار تاریخ که در قامت استاد برجسته ایران باستان جلوه می‌کرد. او دیگر هنر شعر را نه برای بیان عواطف و احساسات شخصی، بلکه در مسیر ثبت تاریخ و نشر فرهنگ و زبان کهن ایران به کار می‌بست. با همین رویکرد بود که در سال 1313 خورشیدی منظومه یزدگرد شهریار را در 197 بیت درباره کشته شدن یزدگرد سوم به مناسبت جشنواره جهانی هزاره فردوسی سرود. پور داوود قریب به 3 دهه پیوسته در هجرت بود و این دوری از وطن سرانجام در بهمن سال 1316 خورشیدی به پایان رسید. به ایران بازگشت و مستقیم در دانشکده حقوق و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد. او همچنین نخستین استاد مطالعات ایران باستان و زبانهای باستانی ایران در دانشگاه تهران بود. همچنان به تدریس قانع نبود و به صورت مستمر مقالاتش را در قالب سخنرانی در سالن دانشکده‌های ادبیات، دانشسرای عالی، دانشکده حقوق، دبیرستان‌های انوشیروان دادگر و فیروز بهرام ارائه می‌کرد. او سال 1317 خورشیدی به عضویت فرهنگستان ایران درآمد و در اسفند همین سال در همراهی با علیاصغر حکمت و غلامرضا رشید یاسمی این بار به عنوان سفیر ایران با هدف تجدید روابط فرهنگی به هند عزیمت کرد. سفری که در سال 1322 خورشیدی این بار با نیت بازدید از دانشگاه‌های هند تکرار شد. پور داوود همواره در اندیشه سازمان بخشی به پژوهش‌ها، کنش‌ها و آموزش‌های ایران پژوهانه بود. از همین رو در 6 مهر ماه 1324 خورشیدی بنیان انجمن ایرانشناسی را گذاشت و به دنبال آن مدرسه ایرانشناسی را نیز تأسیس کرد. انجمن ایرانشناسی ارگانی مطبوعاتی نیز داشت که زیر نظر او و شاگردانش منتشر می‌شد. شاگردانی که بعدها هر کدام ستون ساختمان فرهنگ و معارف ایران زمین شدند. محمد معین، محمد مقدم، ساسان سپنتا، احسان یارشاتر، منوچهر ستوده،
بهرام فروشی و ایرج افشار. سال 1325 به مناسبت 60مین زادروز پورداوود بهانه‌ای بود برای ارجگذاری به سالها کوشش بیوقفه در راه تعرفه فرهنگ کهن ایران زمین. پس دانشگاه تهران پیشگام شد. آیینی باشکوه در تالار اجتماعات دانشسرای عالی در حضور مقامات عالی کشور، بزرگان فرهنگ، اساتید و دانشجویان برپا شد. نامدارانی چون بدیعالزمان فروزانفر، پرویز خانلری، لطفعلی صورتگر و محمد معین در ستایش اندیشه و کار او سخن گفتند. یادنامه‌هایی به نام او در 2 مجله به چاپ رسید و ضمن اعطای نشان ادبی از سوی نهاد دانشگاه برای نخستین بار نشان دانش وزارت فرهنگ با دست علی شایگان وزیر وقت به پورداوود پیشکش شد. دهه 7 و 8 از زندگانی گیلمرد ایران دوست همچنان در کار نشر فرهنگ کهن گذشت. در سال 1326 خورشیدی کتاب فرهنگ ایران باستان و در سال 1329 کتاب گاتها به قلم او منتشر شد. هرمزدنامه که پژوهشی بزرگ درباره موضوعات جالب مانند گیاهان خوراکی و دارویی بود به سال 1331 منتشر شد. یادداشت‌های گاتها به سال 1336 و کتاب یسنا به سال 1337 منتشر شد. سال 1339 خورشیدی در رأس هیئتی عظامی متشکل از سعید نفیسی، محمد معین و مجتبی مینوی از حاضرین در 25مین کنگره خاورشناسان در مسکو بود. سال 1341 از او کتاب آناهیتا 50 گفتار خوانده شد و در همین سال به عضویت شورای فرهنگی سلطنتی درآمد. سال بعد هم پس از 27 سال تدریس از دانشگاه تهران بازنشسته و کمی بعد به درجه استاد تمامی نائل شد. از زمان بازنشستگی اما بیشتر اوقات خود را به مطالعه و پژوهش گذراند و کمتر در مجامع داخلی حضور یافت. 6 بهمن ماه 1342 به خاطر خدمات انسان دوستانش از نماینده پاپ در ایران نشان شوالیه سن سیلوستر را دریافت کرد. در 13 بهمن از زیارتگاه بوداییان جهان در سیلان دیدن کرد و در برگشت به بمبئی سپاسنامه انجمن مؤسسه شرقی کاما، انجمن زرتشتیان ایران، انجمن فرهنگ باستان، ایران لیگ و سازمان جوانان زرتشتی را دریافت کرد. همین سال وقتی به عنوان رئیس شعبه ایران شناسان در 26مین کنگره خاورشناسان دهلی حاضر بود، مفتخر به اخذ دکترای افتخاری ادبیات دانشگاه این شهر شد. در بازگشت به ایران طی سالهای 1343 و 1344 مجموعه کتاب‌های خوزستان ما، ویسپرد، آناهیتا یا 50 گفتار و بیژن و منیژه از او در معرض نظر ایران پژوهان و علاقمندان تاریخ و ادبیات ایران باستان قرار گرفت. همچنین در خرداد سال 1344 به عنوان نخستین ایرانی به عضویت آکادمی جهانی هنر و دانش درآمد. در 18 فروردین 1345 خورشیدی جایزه تاگور را از دولت هند دریافت کرد و از سال 1346 خورشیدی دیگر عضویت انجمن فرهنگ ارتش را هم در کارنامه خود میدید. از پورداوود تا سال 1347 چند کتاب دیگر به پیشخوان کتاب فروشی ها راه یافت، مثل فریدون و زین الابزار. او حالا 83 سال داشت. جهان را دیده بود. تاریخ کهن ایران را نمایندگی می‌کرد و در کهنسالی خود گنجی زنده بود. و احوالش گفتند در آن سالهای آخر بیمناک از جان از جمع دوری می‌کرد و بی همراه از خانه بیرون نمی‌شد. پورداوود با آن نگاه ایران پرستانه موافق آموزش زبان عربی در مدارس نبود. آن را مفید به حال محصلین کمسال نمی‌دانست و باور داشت برای تدریس این زبان باید مراکز جداگانه‌ای تأسیس کرد. همین و هم کوشش‌هایش برای ترویج زبان و فرهنگ ایران باستان برایش اسباب دردسر شد. جریاناتی او و تفکرش را نژاد پرستانه و در تقابل با اسلام و آیین مسلمانی تعریف کردند. حتی شاگرد سابقش جلال آلاحمد پیامد همکاری پورداوود با شرکت نفت ایران برای انتشار 2 داستان از شاهنامه در سال 1344 انتقادات و اتهامات تندی چون تعصب نژادی و فرهنگی را به او وارد کرد و در سالهای پایانی عمر افرادی ناشناس نامه‌های تهدیدآمیز به نشانی منزلش فرستادند. برگه‌هایی با این محتوا که اگر از نوشتن و سخن راندن در خصوص قابلیت‌های زبان پارسی در مقابل زبان‌های خارجی و هم حذف زبان عربی از برنامه مدارس و دانشگاه‌ها دست بر ندارد جانش را خواهند گرفت. او اما خود پیشتر برای این دست متعصبین پاسخی داشت. کجا؟ در مقدمه گزارش گاتها. اما کو گوش شنوا؟ رنج بردن سالیان من به امید یافتن گنج و پاداش نبود.
یگانه پاداش پرارزنده از برای نگارنده این خواهد بود که فرزندان این سرزمین خاموش روزگار روشن و درخشان نیاکان نامدار خود را دریابند و به یاد آبادی کاشانه دیرین پدران خود به آبادی خاک ویران کنونی خود کوشند و به ویژه از تعصب که مایه پریشانی و بدبختی است روی گردانند. او همه عمر خادم ایران بود. دخترش پوراندخت آن سالیان آخر را اینگونه روایت کرد: پدرم به عنوان یک ایرانشناس همیشه در کار غوطه‌ور بود. خانه ما مجمعی برای دانش‌پژوهان و دانشجویانی بود که در مکتب او به سوادآموزی مشغول بودند. وقت پدرم غالباً به مطالعه و بحث می‌گذشت. او در اتاق کارش نیم تختی گذاشته بود و همانجا در حین مطالعه می‌خوابید. و اگر مطلبی به ذهنش می‌رسید بیدار می‌شد و شروع به نوشتن می‌کرد. او در زندگی به جز مطالعه و بحث تفریح دیگری نداشت. بامداد روز یکشنبه 26 آبان 1347 اتفاق افتاد. در خانه تهران، در اتاق کار روی همان نیم تخت، آرمیده در آغوش امن کتاب‌ها. پیکرش اما آنطور که رسم خاندان بود و دلخواه خودش به زادگاهش رشت منتقل و در همان مکتب خانه‌ای که الفبای پارسی را در آن آموخته بود به خاک سپرده شد. یادش گرامی. سپاس که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. خوشحال میشیم که با لایک، کامنت و سابسکرایب از گیلتیوب حمایت کنید.